کجا شد این آدم؟ باید کیها می آمد. کی رو انتظاری؟ با من میگویی یا نه؟ به انصاف رو. به انصاف؟ این چه خیلی نام است؟ نامی عجایب. بله نامش عجیب است، اما کارش رو نقض میداند. دقت کن، این آدم به دیگر مانند نیست. یگان کاری خطا نکنی، فهمو؟ نه، چی کاری خطا میکردم؟ همین کس باشد. آمد. سلام اکا. سلام. این کس کیه؟ شناس شوید. جانان. سلام. من نمیدونستم که اینقدر دوگانه های زیبا داشته ای. از پس کار. لازم می شود. خیر چیکار میکنی؟ گل رو همه چیز رو میداند. چیزی که به شما لازم می شود در داخل این خلطه است. فهمو اکا. خیر از پس کار شوید. بیا رفتیم. یگان وقتی خورا خورم چیه ها؟ به من گفت؟ ها به تو گفت. به فکرم با او مخول شدی. البته با کمال میل خیلی خرسند شدم. دیگر علاج نداری. چیکار میکنیم؟ میگویی یا نه؟ در خانه یک زن است، همان را باید بینیم. برای چی؟ او رو میکشیم؟ این را گیر. نمیدانم. این را به سرت پوش. تیاری؟ ها تیارم. شد رفتیم. الو نشاد بابا، ما تیاریم. در اینجا آسایشی برکمار. فهمو به انصاف تو با انبارخانه رو امانت ها رو فرستان. گروه یک رو من حل میکنم. بلش من برابر اومدم. حاضر می آیم. کی باشد در این وقتی روز؟ حاضر می آیم. حاضر. آمدم. مادر جون شما کیستید؟ درو به من گوش کن. نامی من فاطمه. من دختری بحری سیاهم. از شما نمیترسم. انا این شپاتی مشوری من. اگر خودی حاضر سری هر دوتون رو نکافانم نامی من فاطمه نه. به من نگاه کن. آرام شو، نباشد پشیمان میشوی. یعنی برام دیدم. فکر بکنی من از تپانچه تو میترسم. جانم چه نگاه کرده ایستاده ای؟ کمک کن. سرده گفتم. سرده زن دیگه.
рафиқон, аббос маҷидро бо душманон таслим накардем. ҳамаатонро табрик мекунам. ташаккур. ба ғайр аз ин ӯ бо мо суҳбат кард. ба мо ягон чизи муҳим гуфт? бале, чӣ тавре ки медонед, мақсади онҳо Туркияро ҳамчун давлати террористӣ нишон дода беэътибор кардан аст. барои ҳамин бо баъзе гурӯҳҳои террористӣ ҳамкорӣ доранд. ҳоло чӣ мақсад доранд? як мошин бомбаро ба як гурӯҳи террористӣ ки дар шарқи миёна фаъол аст месупоранд. ва ҳамаи ин айби мо мешавад. албатта ҳамин хел мешавад. агар ба он бомбаҳо ягон ҳуҷум кунанд, тамошобоб мешавад. туркия ба террор ёрӣ мерасонад. туркия ба мухолифони сурия ёрдам мекунад. ҳама ҳамин гуна фикр мекунанд. пешинро гирифтан лозим. бинобар ин вазифаи мо ба даст овардани ин мошини бомбадор аст. сардор набошад чаро мо инҷо нишастаем? гӯш мекунам. چی خیر برادر؟ چی نمیگری؟ ту кистӣ? مرا زود فراموش کردی هنجوره؟ каниёбедин кист? چی میخواهی دردی سر؟ هدیه مرا قبول کردی؟ احتمالاً سخنش رو گوش کرده باشی. با من بازی کردی؟ تو پس دادی؟ من با دروازه خالی گل زدم. چی حیرون میشوی؟ گپ زن، باز چی میخواهی؟ ба хайр бошад. бояд сардор аз боло занг мезанам ба фикрам. намедонам. касе ки набошад ба сардор маъқул нашуд. آواز تلفن رو بلند کن. همه همکارانت مرا شنوند. марҳамат, туро гӯш мекунем. ин кист? با زمان دردی سرمون. بخیر است انشالله. رفیقان، آدم از بسیار چیز میترسد. علال خصوص از آن شخصانی که دوستشان میدارم و آنها یگان ضرر نرسد گفته میترسند. اگر دوست دارید عاجزید. دوستداری عاجز است. آدم را به قوت میکند. دست و پایش را میبندد. ин чӣ сафсата гуфта истодааст? این آدم دیوانه است. як дақиқа. با همین سبب من کسی را دوست نداشتم. از این سبب پرقوتم. عارف، آیا تو کسی را دوست داشته ای؟ تو چی کارلوس؟ دوست داشتی یا نه؟ سر چی بلاها آمد؟ افسوس. بالتا تو مثل کوه پهلوانی، نوترس دلیر. اما فاطمه باشد حاضر در خانه تنها. اگر بابای یگان کار شود آن پهلوان جسور با یک گریانچه که فیسین مبدل میگردد. او چی ها میگوید؟ من او را میکشم. آرام شو. بالتا آرام شو. تو چی ها میگوید؟ فاطمه را به حالش گذار. با او چیکار کردی گپ زن؟ این آدم کی باشد؟ از کجا میدانم؟
فاطمه جواب ده. در کجای جانم؟ چی شد؟ جواب نمیدید. این آدم کش با فاطمه چیکار کرد؟ همینش کم بود. من در اینجا کدام گروه را میفرستانی؟ شاهین ظریف بولتر رو تنها نگذارید. خوب شد دست کن. خودتون را احتیاط کنه. شد فهمیدیم. چخیلی که فهمیدیم تو کسی را دوست نمیداری. یگان احساساتی هم در تو نیست و از کنده فرقی هم نداری. آرام شو عارف. کنده نگو. مرا نرنجون. چی فکر میکنی که ما از تو میترسیم ها؟ فکر میکنی که از تو میترسیم؟ نه، از من ترسیدن لازم نیست. در آغاز سخنم هم گفته بودم آدم از دوست داشتهش میترسد، نه از اون نفرت میکند. نفرت آور است. عارف کنی بگو تو کی رو دوست میداری؟ صبر کن. با فکرم میدونم وای هم میدوند که تو را دوست میداری. دوست داشتن عاجز بودن است. این رو فراموش نکن. انا بی‌شرف. همینش کم بود. سردار ماشین بمبدار براه برآمد. فهمو. عارف خود را به دست گیر. زود برابر آید. ماشین را دستگیر کردن لازم است. رفتیم. حالا هم جواب نمیدید. اگر با فاطمه کارشان دیوانه میشوم. خدا نگه دارد. این خیلی روی بد نکن برادر. همین صبر کن. این راه را خالی کن. گفتم. شد ظریف آرام شو. راه را آزاد کن. با کی میگویم؟ تبر رو به سنگ زدیم. خدا چی کاری کردگیم بود؟ زنگ زده خبر دیم. همش رو میفهم. اگر خبر ندیم مبادا گل رو به این زن ضرر رسوند. اوف خدایا به من یاری ده. شاید به شاهین زنگ زنم. جانان در کجایی؟ آمدم. آمدیم. کمی صبر کن. ای وای اینها از کجا آگاه شدن؟ همشون آمدن. گلرو زود باید این خانه را ترک کنیم. آمدن. تعییناتی مخصوص. تو چی ها میگویی؟ جای ما را از کجا رفتن؟ من از کجا میدونم؟ بیا تستر رویم از اینجا. زود شد رفتیم. فاطمه در خانه این در را شو. گنگه ما رو میشنوید. یک طرف استید. فاطمه در کجایی؟ کسی نیست. دیوانه میشوم. در کجایی فاطمه؟ من خانه های دیگر رو میبینم. من حجره های دیگر را تفتیش میکنم. رفتیم. زود دست میگریزیم. فاطمه
فاطمه تو چطور؟ خدایا ینگه نرسستی؟ شاهین بیا ینگه را یافتیم. حاضر می آیم. ایستا ظریف میگریزن. دور رو نگاه کن. من حاضر. فاطمه خوبی فاطمه ایستا میگویم. دستک به این طرف. جانان با تو چی شد؟ پایم لط خورد. سخت درد دارد. تو رفتن گیر. خدا میگریزن ظریف. من اون را دستگیر میکنم. الو نشاد بابا، من به انبار آمدم. ماشین را میبرارم. فهما شد بابا میلش، چون اونقاب در پروازم. خلاصت به انصافان. ایست! حرکت نکن! دستانت را بالا کن! سلاحت را پرتا! پرتا! من همه کارو میکنم تا که اویلای من به هیچ چیز محتاج نشود. من میخواهم که تو مرا بکشی. نجم دستا پشتی سر. من دستا پشتی سر. بازا این نکن. ما کمان باشده این کشتا رو پیگیری داریم. دستم رو مستحکم دار. فریدون هر دویمون هلاک میشویم. آیسته به طرف من گرد. نقابت را کش. تو میگویم جانان
اگر مردن نخواهید گریزید. پراکنده شوید. پراکنده. زودتر زودتر. تو چیکار کرده ایستاده ای؟ تو بعضی چیزها رو نمیدونی شاهین. خانه ای که تو در آمدی خانه بالته است و زن همسری بالته است. نمیدونستم. قسم میخورم که نمیدونستم. چی خیل توانستی؟ چی خیل؟ با من گوش کن. همش رو به تو نقل میکنم. لیکن حاضر باید روم. با من اجازت ده. شاهین در کجایی؟ دهانت رو نکشو. اکم باید نفهمد. التماس به من یاری ده شاهین. افسوس من این را کرده نمیتوانم. راحت به آخر رسید جان. التماس خواهش میکنم. شاهین کجا گم شدی آخر؟ من این دختر را دستگیر کردم. مرا سرده. خاموش باش خاموش باش. شاهین رفته. شاهین ایستو. این کار رو نکن. چیزی رو که من به تو نقل میکنم باید باور کنی. دروغ نمیگویم. من پلیس از امنیت. من هم در ارتش ملی کار میکنم. راست میگویم. با من باور کن. قسم میخورم. وظیفه من به این گروه داخل شدن است. همش رو نقل میکنم. التماس گل رو و اکم مرا نبینم. التماس. افسانه ای نقص گفتی اما من به تو باور نمی کنم. مدیر شعبه ما جناب اورهان از آن کس پرس. دیگر وقت ندارم. اورهان به تو همش رو میفهماند شاهین. مهنت یک ساله مرا برباد نده. التماس من بروم. به من باور کن. شاهین قربانت شوم. یک آوازت را بلند کن آخر. التماس خواهش میکنم. التماس سرده روم. شغالان بسیار باشند هیچ باکه نیست. دوشر برای همه‌شان بس است. یا بسم الله. کنی بجنبید. او همه را کشت. از کجا پرونه زاده ها؟ یا بید اکا دیده نمی شود. یا بید گفتم به شما. یا بید یا بید. نجنبید. به همه تو نشان میدیم. من به شما گفته بودم که نجنبید. شاهین شاهین خدایا توبه. این آدم کجا گم شد؟ التماس خواهش میکنم. گوش کن. اگر دروغ گویی دفعه آینده از من خلاص نمیشه. شد. دروغ نمیگویم. قسم میخورم به تو که اثبات میکنم. تو سری مرا به درد در آوردی. تو این رو میدانی؟ میدونم. به چشمانم نگاه بکن. بگو مگر من دروغ گفتم میتوانم؟ بگو شاهین. در حیاتم چنین چشمانی زیبا را ندیدم. شاهین رفت. زودتر باش. کاری میکنم که ظریف نفهم. این کاری خیرت رو هیچگاه فراموش نمیکنم. خیر تو رفت.
خدا در کجایی آشنا؟ 1 ساعت شد که تو رو میگذی. از پس دختر دویم بودم اما او گریخت. این خواهر باشد گریخته نتوانست. ای فاشیستون سر دهید مرا. برادر اینها فقط فاشیست میگویند. این چی معنی داشته باشد؟ یعنی به معنای یعنی چی؟ یعنی این که مهم نیست. خیر در نظارت خانه صحبت میکنیم و ما معنای فاشیست رو فهمانده میدیم. یعنی رفتیم راه گرد. بدورا یک کسی پدر آدم کشته؟ اکا اون شانزان است. پران دورا نباشد من شما را میپرانم. اکا با من یوردی. مایلش یادم میگیرم. میکشمد وگرنه ما را میفروشی. اکا با پیرامون شانزان مرد. آفرین به انصافا. این آدم دیوانه بوده است. طاقت کن کارلوس طاقت. سرم رو برداشته نمیتوانم پرانده هم نمیتوانم. 3 2 1 ما رسیدیم کارلوس ما رسیدیم صبر کن. آماده. زودتر باشد نباشه رو هم میگریزند. آخر در اینجا هیچ کس نیست کو؟ چی خیل نیست؟ آن همین خیل کسی نیست؟ یا خدایا کجا شدن اینها؟ یک تاش با من 500 تیر پران. خدایا خداوندا خدایا چی شد؟ آنها کجا شدند؟ دیر کرده دایشگو. آدمان مهم نه. ماشین ها در کجا باشند؟ همش همینجا. برو هم در داخلشون. بسیار خوب. شکر خدا. کاری خوب رو به انجام دادیم. بله. نشاد بابا. بدام افتاده. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ ماشین ها رو هم از دست داده. گروهشون به 2 قسم تقسیم شده است. آنها خیلی زودند. هیله ما به کار نامد. تو چی ها گفته ایستاده ای؟ گفتنی که همه بارها رو از دست دادم. صد افسود بابا. شد فهما آمادن گیر. من خودم علاجش رو میابم. خداوند جزایتان را دهد. فاطمه تو خوبی؟ خوبم. گو چی بلاها را ندیدم. این حادثه ضرر نرسانده میخلی؟ ضرر نرسان لیکن اکنون میترسم. نترس. من همیشه در برت میشوم. هیچ کس به تو آسیب رسانده نمیتواند.
سلام علیکم. ینگه فاطمه به این دختر دست نرسان. نشوهین نه نمیرسم. با اون نگاه کنید. دخترکی جوان. اگر پدر و مادرش بینن دل زنک میشوند. ای بس خدا هدایت کند. وگرنه از بدی این خلها ما را محافظت کند. آمین. راگرد اینجا بیا. تو بیا اینجا شینی. بیا. تو مرا شناختی یا نه؟ من اکی جانان میشوم. شناختم. بعد آنجا آمده بودی. اکنون گپ زن. خواهر من کجاست؟ با تو یک کلمه گپ هم نمیزنم. اگر سن نمیزنی ظریف آرام شو. جهان و بینیت را میشکستم. این کارو نکن. خدایا به من صبرتو کن. خدا جور. لبایک یوریف. یگان ناخوشی روی داد؟ نه، در وقتش رسیده آمدیم. شما چیکار کردید؟ ماشین ها رو گرفتیم. بارکالله اکا. تشکر. بدتر زنگ میزنم دادرم. فاطمه نغز بوده است. خدا را شکر. شاید میخواستن فقط ترسونن. شاید به ما یگان چیزی رو فهموندنی بود. اکای کارلوس، یک دقیقه شما رو ممکن؟ البته برادر. اون شخص گفت که دوست داشتن عاجز بوده است. نمیدانم. ممکن سخنش راست باشد. چه خیلی؟ با فکر او روزی؟ وابسته از وضعیت. این رابین قوت در دست و پایمان نبود. با من این سخن هیچ معقول نیست. خواه معقول باشد، خواه نه، و درست میگوید. عارف، با تو گپ دارم. گپ زن. چیزی که تو حاضر گفتی جدی بود؟ مگر از حالاتم معلوم نیست؟ عارف، با تو چی شد؟ چیزی نشده است. نه، تو امروز دیگر خلاستی. سخنهایت، حرکتهایت عجیب است. امروز با پای چپ از خواب خستم. عارف، مرا نرنجان التماس. جان تو را سوزاندن میخواهم. جان او میسوزد. بعد تو هم میسوزی. نیایی شگل نرنج. نرنج. عارف، باز یک مسئله دیگر است. چی؟ من دیگر شبه ندارم که پدری من زنده است. خیر؟ او را مییابم. یک روز نه یک روز البته مییابم. به من کمک میرسونی. بای شگل مرا به این کار همراه نکن. با تو چی شده؟ تو را هیچ فهمیده نمیتوانم. اگر در دلت یگان گپ باشد روی روز گپ زن. چی شد؟ یا که سردار یگان گپ گفت؟ عارف، مرا دیوانه مکن. نه، یگان گپی نگفته است. چرا نمیفهمی؟ از سحر یگان سخن نگفتی. حتی با من سلام هم ندادی. چرا از من خود را کنار میگیری؟ آخر من چه گناه کردم؟ گناهی نداری. بای شگل نگاه کن. تو در حقیقت آدمی خوبی. اما من از حیات مشترکمان یگان امیدی ندارم. اگر این خل باشد چرا با گلدست در پشت درم انتظار می شدی؟ اون سخنانی گفته چی معنا داشت؟ اشتباهی من بود. حالا سخنم با آخر نرسیده است. سردار، با اینها چی شده؟ هر دوی اینها به جنجال گشته نمیتوانند. سردارم،
نباشد من روم گرد و اطراف را تفتیش بکنم. چه خطا بود عارف؟ تو مرا نمیفهمی عایشه گل. ما به یکدیگر تنها خلل میرسانیم و خلاص. چه خیل؟ در این تشکیلات احساسات من نبود مگر؟ عاشق شدن دوست داشتن من نبود مگر؟ همه این اکنون به خاطرت آمد؟ بله، حاضر به یادم آمد. چی شد؟ به سرت خش افتاد مگر؟ نه، احوال بولتا را ندیدی مگر؟ امروز بولتا، پگاه ظریف، روز دیگر من یا تو. ما در زیر باران تیر زندگی داریم. اگر پگاه مرا کشند احوال تو چی می شود؟ از این بدترش اگر به تو یگان حادثه روی دید من چیکار میکنم؟ ما این راه رو خودمون انتخاب نکرده ایم عارف. یا میترسی؟ از مردن تو میترسی؟ چه ها میگویی؟ نه خود من از مردن ترسم؟ من تنها از گم کردن آدمان دوست داشتم میترسم. از این همه میترسم. راست میگویی؟ اما من دور دوست داشتم را گم کردم. من هم پدرم را گم کردم. مالش شد، بس است. دیگر گپ زدن نمیخواهم. بس است اکنون. چی شد با شما؟ هیچ چیز نشده است سردار. برای چی داد میزنید؟ هم تو یکون چیز مهمی نیست. ماشین ها دارم با اجازت شما. عارف کجا میروی؟ کار دارم. من تو رو در خصوص عارف احتیاط شو گفته بودم یا نه؟ بله دریا دارم، لیکن این فرمانتون رو بجا نمیارم. ینگه فاطمه، کسی مثل تو آشی با ماهی پختن نمیتواند. تو چرا نمیخوری؟ اکا من آش بی ماهی میخورم. خدایا آشی بی ماهی میخورم. تو برادر از این لذت بیخبر هستی. بیامون زودتر تیار شوید و میخوریم. فاطمه ینگه، از گرسنگی مردیم. ینگه در خط گرسنه ماندیم. نباشد یک دو کوفته خور؟ نه مجبور نکنید، خواهش میکنم. گیر اکا من یک بار از این چیز خورده بودم. قسم میخورم که مثل بمب است. از توندیش خرید میمردم. خواهش میکنم مرا مجبور نکنید. من این خوراک را با یگان کس توصیه نمیدیم. فهمیدید؟ واهمه کردی. بسیار واهمه کردی. چی شد با تو؟ چی شد؟ سلاحم رو بیاره. خواهش میکنم او عذاب میکسد او رو میکشم. به خدا من ظریفی چی بود؟ بدرونش چه انداخته بودی؟ بسیار واهمه کردید جوره جان. کمی وزنی شو برادر. ایها کمتر گیر. این چیز برادر گوش کنید، یک گپ میگفتم لیکن بیادبی میشود. بولتا برادر عزیزم، نشنیدم نگویی. قسم میخورم اگر با اون آتش رسد میترکد. آش شود برادر. همه بزنین. ناز نو قدم تیز نیه. به وای نگاه کن. تو چه خیلی میاد؟ میترسم که یه روز در مغز نان ترتیل مانده میکنم.
که ظریف شوخی نه یگون روز ما را هم میخورد شاهین این هم جمعه در پیش در باید گپ زدیم درونی خمیر تیزی گذاشتیم و همه خوردن شاهین بخیر است پیامک اومد مان کارلاس شاهین جوان زیبا دختران دوستش میدارن با او پیام نفرستن با کی میفرستن برادران من باید برآمده به یک از زنگ زنم با من نگاه کن در نماناش تیار مالش بعد از 5 دقیقه برمیگردم شاهین به این طرف بیا آش هم آمد یک طرف گذار اینها را مرحبا. همه توارت دارد با این قربانی نیکو تو چی میگوی برادر این ماهی ها هم گوسفندان دریایی هستند شاهین کجا شدن؟ با تلفن گپ میزنم من جیغ تو چی میزنم دارم من خودم جیغ میزنم مایلش مولا باشه سر نمیکن سر نکن انتظار شو حاضر نکن انتظار شو زودتر باشد من درست درام نمونده میام زود میایم در این دنیا از همه عذابی وزن چیست میدانی ملا گپ زنید ما هم فهمیم رئیس سخن گوش کردن خصوصا سخنی کلان سالان را به نفس آدم میرسن درست اما آخر من به فرمان دلم کای دل به فرمان من است رئیس هر کس باید از خانه دل گپ گذرانده تواند باز به زنگ من جواب نمیدهد فکر میکند که من جای او رو نمیدونم همه چیز برباد رفت این خانم از کجا برآمده؟ تو را گوش میکنم حالا هم از من رنجیده ای؟ بله من به تو کمتر گپ داشتم شاهین زود از اینجا برو زودتر فهما شد مالش شاهین یک دقیقه تو کجا شدی؟ خوراک تیار همه تو را انتظار عیب می شود مالش شما سر کردن گیرید من زود می آیم مایلش ها چی گفتی ایستاده بوده؟ ها آها شاهین بیو کمتر دورتر رفته گپ زنیم بسیار نغز می شود التماس این کار رو بینیده این چهل مرد باشد در یک روز 180 درجه دیگر شد عیب است آخر اگر مرد باشی روی روز گپ زن چی بهونه میجویی الو رئیس بطریش تمام شد بلازنم شکر ناوردید رئیس
من رفته شکر میارم. شام بخیر. با فکرم رئیس شما هستید. ها رئیس منم. میبخشید شما اولیف رو ندیدید. خوب هستید؟ با شما سوال دادم. این احوال را بینند. همین ها را یک بار تازه کنند نمی شود؟ در کجا باشد؟ این آیشه گل نیست؟ رسمش در اینجا از کجا پیدا شده باشد؟ مگر تا این دم چرا با من نگفتی جانان؟ تو هم با هیچ کس نگفتی که در تعییناتی مخصوص کار میکنی. این کار باید همین طور شود. بله راست میگی. خیر نقل کن. چخیر این کار را سر کردی؟ چرا این کسبی خطرناک را انتخاب کردی؟ اگر وعده دهی که به هیچ کس نمیگویی میفهمونم. به هیچ کس نمیگویم. وعده میدیم. من این آدم رو میجویم. این آدم کیست؟ این قاتل دوست داشته من است. میبخشید به فکر من شما رو تشویش دادم. نه چرا این طور میگویید؟ خرسند کردید. ملای مرا میپرسید. مولا؟ یعنی عریف را. شما او رو مولا میگویید؟ نامی درست یافته‌اید. مرحمت کنید. تشکر. شما همینجا باشید، من اون را جر میزنم. این چی معنی دارد؟ آیشه گل با رئیس چی ارتباطی داشته باشد؟ مولا یک مهمان آمد. مهمان؟ بله. کی باشد؟ بیا خدا دوبی. چی شد به تو؟ نه چیزی نشده است. ما در دانشگاه شناسوده بودیم. یکدیگر رو دوست می داشتیم. او از شعبه امنیت بود و
یک وظیفه رفت. مدتی جدا بودیم. روزی تلفن زنگ زد. او را کشتند. جسدش را به قوطی پرتافتند. از آنجا برگشتنش نیتی خانه دار شدن داشتی. ولی افسوس به آرزوهای شیرین نمونه رسیدی. میبخشی. خداوند رحمتش کند. آمین. لبای فهم آمدم. جانان مرا انتظارند. شاهین خیلیت که تو هستی. مرا محافظت کرد، یاری رساندی. اکنون سری مرا میدانی. از این بعد رفیق هستیم. مایلش گفتی تو شود رفیق میشویم.